سلام. با توجه به نزدیکی امتحان کشوری ریاضی پایه نهم قرار توی این ویدیو سوالات پارسال رو بررسی کنیم. بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. سوالات صحیح غلط. میگه کسر 3/4 دارای نمایش اعشاری مختوم است. نمایش اعشاری مختوم به چه معناست؟ یعنی اعشار یه جا وایسه. خب 3/4 یعنی 75 صدم هستش. 75 صدم مختومه دیگه، ولی برای اونایی که نمیدونن میام می‌نویسم 3/4. یکی دیگه از نمایش های تقسیم به صورت چکشی هستش، یعنی 3 تقسیم بر 4. توی 3 تا چند تا 4 میتونم بکشم بیرون؟ نمیتونم. 0 قرض میگیرم و اعشار رو میذارم. میگم توی 30 تا چند تا 4 دارم؟ خب اگه من اینجا بیام بذارم 7 4 7 تا میشه 28 تا، باقی مانده 2 هستش. توی 2 تا چند تا 4 دارم؟ نمیتونم. 0 میذارم. دیگه نیازی به گذاشتن اعشار نیست. میگم توی 20 تا چند تا 4 دارم؟ 5 تا. خب باقی مانده شد چی؟ 0. بنابراین 3/4 همون 75 صدم هستش. به باقی مانده 0 رسیدم. اعشار من محدود هستش، بنابراین 3/4 یک نمایش اعشاری مختوم هستش. پس گزینه اول میشه درست. گفته محل تقاطع ارتفاع های هر مثلث. هر مثلث که میگه منظورش مثلث متساوی الاضلاع، مثلث متساوی الساقین، مثلث قائم الزاویه و به صورت کلی مثلث های متنافر الاضلاع هستش. میگه محل تقاطع ارتفاع های هر مثلث همواره درون مثلث قرار دارد. خیر، اگر یک مثلث داشته باشم با زاویه منفرجه، یعنی زاویهش باز باشه به زوایای بیشتر از 90 درجه، ما میگیم زاویه باز یا زاویه منفرجه. در این صورت محل برخورد ارتفاع ها میشه خارج از مثلث هستش. خب میگه ریشه سوم عدد -8. ریشه سوم یعنی چی؟ یعنی من باید بیام رادیکال رو بذارم و به جای فرجه 3 بذارم. ریشه سوم عدد -8. من میتونم این -8 رو بنویسم -2 به توان 3. اینم فرجه 3. فرجه 3 با توان 3 از بین میره و به من عدد -2 میده. خب سوال بعد یعنی همون درست نادرست. میگه هر مجموعه زیر مجموعه خودش است. درسته این گزینه. خب برای سوال بعدی کامل کردنی ها میگه اگه مجموعه هیچ عضوی نداشته باشد. عضو نداشته باشد. اگر من بیام تعداد اعضا رو n در نظر بگیرم، n ما چنده؟ 0 هستش. به همچین مجموعه میگن مجموعه تهی یا همون مجموعه پوچ. مجموعه تهی نمایشش به این صورت یا این صورت بوده. اگر من بیام مجموعه تهی رو به این صورت نشون بدم نادرسته. پس این میشه چی؟ تهی. بنابراین جواب سوال ما میگه اگه مجموعه هیچ عضوی نداشته باشد، آن مجموعه رو ما میگیم چی؟ تهی، که نمایشش به این صورت یا به این صورته. میگه اگه بخوایم مخرج عبارت 2 بر روی رادیکال 3، میگه مخرج رو من میخوام بیام و گویا کنم. این مخرج رادیکال 3 یک عدد گنگ هستش. میگه عدد گنگ نمیخوام، بیا یه کاری کن، صورت و مخرج رو در یک عددی ضرب کن که مخرج گویا بشه، از حالت گنگی خارج بشه. میگم صورت و مخرج رو در رادیکال 3 ضرب میکنم. 2 در رادیکال 3 میشه 2 تا رادیکال 3، رادیکال 3 در رادیکال 3 میشه رادیکال 9. 2 رادیکال 3 صورت رو مینویسم، رادیکال 9. میام از خودم میپرسم فرجه ندارد، یعنی فرجه 2. یه عددیه 2 بار تو خودش ضربش کنم به من 9 بده. چند میشه؟ 3 میشه. بنابراین گویا شده عبارت 2 بر روی رادیکال 3 میشه 2 رادیکال 3 سوم. اما مسئله از من این همه رو نمیخواست. میگه اگر بخواهیم مخرج عبارت 2 رادیکال 3 رو گویا کنیم، باید صورت و مخرج رو در رادیکال 3 ضرب کنیم. خب میگه یه عبارتی دارم به نام A به توان 2 در B. گفته کمتر از 0 هستش. گفته B چه عددیه؟ مثلا B یه عدد مثبتیه یا یک عدد منفی یا 0. خب A و B 0 نیستن. چرا؟ چون حاصل ضرب 2 تا عدد به من منفی داده، کمتره. اگر یکی از A یا B 0 باشه، حاصل هر عدد در 0 مساوی 0 میشد، نه بزرگتر کوچکتر میشد. خب اینجا A به توان 2 رو دقت کنیم. A هر چیزی میخواد باشه، چه مثبت چه منفی باشه، چون به توان 2 رسیده، بنابراین قطعاً چیه؟
مثبت هستش. حاصل ضرب یک عدد مثبت در چه عددی به من منفی میده؟ در منفی. بنابراین B منفی هستش. خب من این بالا رو پاک کنم برای آخرین سوال کامل کردنی. خب سوال بعدی راجع به شیب و عرض از مبدأ هستش. میگه شیب خط معادله 2y منهای 4x مساویه با 8. این یک خط هستش. چرا خط هستش؟ به خاطر اینکه توان x و y یک می باشد. زمانی من به ضریب x می گفتم شیب که به صورت استاندارد باشه خطم. یعنی چی؟ یعنی y باشه ax به علاوه b. در این صورت من به a میگم شیب و به b هم میگم عرض از مبدأ. توی بعضی از کتاب‌های سابق به a یا همون شیب با m نمایشش میدادن و به b یا عرض از مبدأ h هم گفته میشه. بنابراین من باید این معادله خطم رو به این صورت استاندارد کنم، یعنی y ها جدا بشن. میشه 2 تا y برابر است با منفی 4x بر اونور میشه 4 تا x به علاوه 8. بازم الان شیب من 4 نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ضریب y 1 نیست. ضریب y باید چند بشه؟ 1. اینجا چنده؟ 2. بنابراین میام میگم طرفین مساوی رو تقسیم بر 2 میکنم. y برابر میشه با 2 تا x به علاوه 4. الان میتونم بیام شیب و عرض از مبدأ رو استخراج کنم. شیب ما یا همون a میشه 2 و عرض از مبدأ یا همون b مون هم میشه 4. سوال راجع به شیب پرسیده، بنابراین میشه 2. سوال بعدی میگه در هر سوال گزینه صحیح را با علامت تیک مشخص کنید. سوال اول میگه یک مجموعه ای داریم به نام A چند تا عضو میتونه داشته باشه. خب مجموعه A رو اومده به این صورت تعریف کرده. اعضای 0 1 2 1 3 و 2. خب توی دید اول میگم 1 عضو 2 عضو 3 عضو 4 عضو 5 عضو 6 عضو که کاملا نادرست هستش. یکی از مشخصه های مجموعه بودن این هستش که اعضای تکراری باید حذف بشن. پس من میام در گام اول باید ساده سازی رو انجام بدم. میگم مجموعه A. خب عضو 0 عضو 1 عضو 2 دیگه عضو 1 حذفه. چرا؟ چون یک بار حسابش کردم. و در نهایت 3 عضو 2 هم حذف میشه. بنابراین NA یا تعداد اعضای مجموعه A 1 2 3 4 هستش. خب یک مجموعه چند عضوی است؟ 4 عضوی. حالا اگر سوال از من بپرسه که این مجموعه A چند تا زیر مجموعه داره، تعداد زیر مجموعه ها چی میشد؟ تعدادشون چی میشد؟ میشد 2 به توان n، یعنی 2 به توان 4. 2 به توان 4 به این معناست که 2 باید 4 بار توی خودش ضرب بشه. پس یک مجموعه داریم به نام A 4 تا عضو داره و 16 تا زیر مجموعه. خب سوال بعدی میگه شیب و عرض از مبدأ کدام یکی از خطهای زیر هر دو مثبتن؟ هم شیب مثبت باشه و هم عرض از مبدأ. خط اولی به این صورت هستش. محور x ها محور y ها اینم خط ماست. اینجا هم محور x ها محور y ها اینم خط ما. اینجا هم یه همچین خطی رو دارم و در نهایت محور x ها محور y ها به این صورت اومده. خب گفته شیب باید مثبت باشه. شیب باید مثبت باشه یعنی چی؟ یعنی تابع، یعنی خط ما باید صعودی باشد. تعریف صعودی بودن به چه معناست؟ نگاه کنید اینجا ما بعدها توی پایه های بعدی ما به x میگیم ورودی و به y میگیم خروجی. تابعی صعودی است، خطی صعودی است که به ازای افزایش x ها مقدار y هاش هم چی بشه؟ افزایش پیدا کنن. خب اینجا رو ببینیم. اینجا مثلا x مون چنده؟ توی قسمت منفی هست، مثلا منفی 5. اینو عمود کنم به من مثلا y چند میده؟ 5. فرضیه دیگه. اگر بیام x ها رو بیشتر کنم، ورودی ها رو بیشتر کنم، بیشتر یعنی چی؟ از توی منفی ها هر چقدر به صفر نزدیکتر بشیم x های بیشتری هستند. برای پیدا کردن مقدار وایش بازم میام عمود میکنم به خطم، بازم مقدار
وای تغییر نکرده. بنابراین اینجا شیب، اگر شیب رو بیام با نماد A نشون بدم میگم شیب تغییر نمیکنه. شیب اینجا چیه؟ 0 هستش. خب اینجا میام میگم با افزایش مقدار x ها، من میام به صورت دل بخواهی که محور x های ما بود، به صورت دل بخواهی میگم یک نقطه دارم اینجا به نام A. این نقطه A یک x داره و یک y داره. اینجا yش مثلا باشه منفی 3، xش باشه مثلا منفی 2. میگم بیام x هاشو بیشتر کنم. اگر y هاشم بیشتر شد پس خط ما صعودیه، یعنی داره شیب مثبت هستش. خب من میام نقطه دوممو اینجا انتخاب میکنم، مثلا نقطه B. این نقطه B یک x داره و یک y داره. خب x من از اینجا نزدیکتر شده به 0، یعنی x ها افزایش. خب y ما توی منفی ها بود اومد به سمت مثبت ها، یعنی با افزایش مقدار x ها y ها هم بیشتر شده. بنابراین اینجا شیب مثبت هستش. بریم بعدی رو بررسی کنیم. کاری به عرض از مبدأش نداریم فعلا. خب بازم یک نقطه میام انتخاب میکنم، مثلا اینجا رو میگیرم A. این یک x داره و یک y. xش اینجا چنده؟ مثلا 2 باشه، درسته؟ و مقدار y هاش هم چیه؟ توی منفی هست، مثلا منفی 1 باشه. یک نقطه دیگه انتخاب میکنم، مثلا اینجا. این نقطه B ما دارای یک x و یک y هستش. xش که بیشتر شده، yش هم چی شد؟ بیشتر شده، از منفی اومده به سمت مثبت ها. پس اینم دارای شیب مثبت هستش برای خط آخر. خب مثلا یک نقطه‌ای داشته باشم اینجا به نام نقطه A. یک مقدار x داره و یک مقدار y داره. درست شد؟ حالا میام x هاشو بیشتر میکنم. اینجا x ما مثلا منفی 2 بود، باید یک نقطه انتخاب کنم روی خطم که x هاش بیشتر باشه، مثلا اینجا نقطه B باشه. خب اینجا x مثبت، این هم یک مقدار y داره. اینجا نقطه A دارای x منفی 2 بود ولی خروجی یا همون y مثبت بود، مثلا 5. اومدم x هاشو بیشتر کردم، یعنی از منفی 2 انداختمش توی قسمت مثبت ها، ولی متاسفانه مقدار خروج مقدار y ها کاهش پیدا کرد. بنابراین دارای شیب منفی هستش. گزینه 1 و گزینه 4 حذف میشن. چرا؟ به خاطر اینکه سوال اومده گفته شیب و عرض از مبدأ چی باشن؟ مثبت باشن به صورت همزمان. خب معادله خط به این صورت y مساوی میشه با ax به علاوه b. از اسمش معلومه عرض از مبدأ، یعنی بیا و x رو صفر کن. کجاها x صفره؟ الان مثلا روی این منحنی، روی این خط x اینجا صفره دیگه، درسته؟ اینجا x صفره. چرا؟ به خاطر اینکه روی محور y ها هستش. آیا اینجا که روی محور y ها هستیم مقدارش مثبت یا منفیه؟ مثبته. بنابراین b مثبت هستش و من متوجه میشم که جواب گزینه درست میشه این حالت. اما حالتهای بعدی رو هم بررسی کنم. گفتم x رو باید صفر کنیم روی این خط. x کجا صفره؟ اینجا صفره. چرا اینجا صفره؟ چون روی محور y ها هستش. من اینجا جای محور x و y رو اشتباهی وارد کردم. اینجا x صفره. خب آیا yش توی قسمت مثبت هست یا منفی هست؟ منفی هست. بنابراین عرض از مبدأ منفیه. خب اینجا چی؟ که درست حالتش کلا حذفه، ولی بیایم بررسیش کنیم. جواب درست ما شد این حالت. برای حالت چهارم عرض از مبدأ کجاست؟ جاییه که x صفر باشه. اینجا x صفره. اینجا که x صفره، y چیه؟ مثبت یا منفیه؟ yش مثبته. بنابراین عرض از مبدأ مثبت هستش. از سوال قبلی 2 تا مورد مونده. میگه به اطلاعات داده شده در یک مسئله نقطه چین میگوییم: الف استدلال، ب اثبات، جیم حکم، دال فرض. به داده های مسئله ما میگفتیم چی؟ فرض. و به خواسته مسئله میگیم حکم. بنابراین جواب این مسئله میشه فرض. داده یعنی همون اطلاعات یا همون دیتا هستش. میگه کدام یک از گزینه های زیر یک عبارت گویا هستش؟ الف 1 بر روی x که همین میشه جواب، ب قدر مطلق x، بعدی رادیکال x و 3 به توان x. ما بعدها به این تابع میگیم تابع نمایی. چرا تابع نمایی؟ به خاطر اینکه توان مجهول هستش. توابع رادیکالی عبارت گویا نیستن، توابع قدر مطلق عبارت‌های یعنی جزئی از عبارت‌های گویا نیستن. بنابراین عبارت گویای ما میشه 1 بر روی x. خب سوال بعدی هم جور کردنیه، ولی خب من
کاری به وصل کردنشون ندارم، من میام کلا حلش میکنم. میگه احتمال آمدن عددی اول در پرتاب یک تاست. من یک تاست دارم، کل حالتهای ممکن برای یک تاست 6 تا میتونه باشه. اگر من بیام کل حالتها رو با اس نشون بدم، یعنی فضای نمونه ای، تاس رو میندازم، ممکنه 1 بیاد، ممکنه 2 بیاد، 3 بیاد، 4 بیاد، 5 بیاد، 6 بیاد. بنابراین من به تعداد کل حالتهای ممکن میگم NS مساویه با 6. خب الان من به دنبال چی هستم؟ به دنبال این هستم که اگر من تاس رو انداختم هوا، به من اعداد اول بده. اعدادی رو ما میگفتیم اول که تنها و تنها 2 تا شمارنده داشته باشن. 1 اول نیست، عدد 2 اوله. چرا؟ به خاطر اینکه 2 یکی 2 تاست. عددهای دیگه ای نداریم که ضربشون کنیم به ما 2 بده، البته توی حوزه اعداد طبیعی. بعدی هم 3. 4 عدد اول نیست، مرکبه. چرا؟ چون 4 یکی 4 تا، 2 تا هم 4 تا و 5 هم اوله. پس پیش آمده مطلوب یا حالت مطلوب ما که با A نشونش دادم میشه 2 3 و 5. حالا این 2 3 5 چند تان؟ NA برابر میشه با 3 تا. احتمال میخوام رابطه احتمال از هفتم باهاش آشنا هستیم، منتها توی پای نهم دیگه باید به صورت فرمول نوشته بشه. پی A میشود NA بر روی NS. اینجا اگه W بود اینجا هم میشه چی؟ W. پی A یعنی چی؟ یعنی احتمال رخ داده پیش آمده A. خب پی A برابر است با NA چنده؟ 3 بوده بر روی 6. ساده سازی که انجام بشه میشه 1 دوم. 1 دوم همون 50%. میگه احتمال آمدن عدد اول در پرتاب یک تاس میشه 1 دوم. خب میگه سوال بعدی. پس این سوال تمام شد. میگه رادیکال 18 منهای 3 رادیکال 2 رو برای ما ساده کنید. 3 رادیکال 2 رو که نمیتونم کاری انجام بدم باهاش. رادیکال 18 میگم یک عدده اگر 2 بار تو خودش ضربش کنم به من 18 بده. یه عدد طبیعی سراغ داریم که 2 بار تو خودش ضربش کنم به من 18 بده؟ خیر. پس میام میگم 2 تا عدد رو میام به صورت دل بخواهی انتخاب میکنم که ضربشون کنم به من چند بدن؟ 18 بدن. خب ممکنه یکی بیاد بگه 3 در 6. درسته، 3 6 تا میشه 18 تا، ولی دردی از منو دوا نمیکنه، چون نه 3 جذر داره و نه 6. بهتره بیام بگم به جای رادیکال 18 میذارم 9 در 2. چرا این خوبه؟ به خاطر اینکه 9 جذر داره. منهای 3 رادیکال 2. در ادامه میتونم بیام تفکیکش کنم. من اینجا دارم آموزش میدم. میشه رادیکال 9 ضرب در رادیکال 2 منهای 3 رادیکال 2. جذر 9 میشه 3. پس میشه 3 ضرب در رادیکال 2. در ادامه منهای 3 رادیکال 2 هم اومده. توی ساده سازی من میتونستم علامت ضرب کراسی رو حذف کنم. پس میشه 3 رادیکال 2 منهای 3 رادیکال 2. چند میشه؟ 0 میشه. پس حاصل این عبارت میشه 0. من تخته رو پاک کنم تا بتونم بقیه رو حل کنم. ادامه حل سوالات جور کردنی. میگه تعداد یالهای جانبی یک هرم با قاعده مربع. محض اطلاع شما، هرم میتونه قاعده های مختلفی داشته باشه، یعنی شکل هندسی قاعده هرم میتونه متفاوت باشه. میتونه مربع باشه، مستطیل باشه، دایره باشه یا مثلث. نکته حائز اهمیت: اگر قاعده هرم دایروی باشد ما دیگه به اون هرم نمیگیم هرم، میگیم مخروط، همون کلاه جشن تولدی که روی سر میذارن. برگردیم به حل سوال. میگه تعداد یالهای جانبی یک هرم با قاعده مربع چند تاست؟ مربع چند تا ضلع داره؟ 4 تا ضلع. بنابراین تعداد یالهای جانبی یک هرم با قاعده مربعی شکل 4 تاست. سوال بعدی میگه درجه عبارت 4xy نسبت به 2 متغیر. یک عبارت دارم به نام 4 تا x در y. اسمی از درجه اومده. درجه همون توان هستش، همون توانه. x توان نداره، توانش 1. y توان نداره، توانش 1. من میام به صورت کلی آموزش میدم این سوالو. میگه مثلا اگر از من بپرسه درجه نسبت به x، خب توان x چنده؟ 1.
اگر به هم بگه درجه نسبت به وای چنده، بازم چنده؟ توان نداره یکه. اگر از من بپرسه درجه نسبت به x و وای چنده، اینجا دیگه باید بیام 1 و 1 رو جمع کنم که میشه 2. بنابراین درجه عبارت 4xy نسبت به 2 متغیر x و y میشه 2. سوال بعدی به من یک نمودار ون داده و از من اشتراک، تفاضل و تعداد اعضای اجتماع رو خواسته. خب نمودار ون به این صورت، ما به نمودار تصویری میگفتیم نمودار ون. خب اینجا باشه مجموعه A، اینجا هم باشه مجموعه B، اینجا 4 عضوشه، اینم 5، مشترک ها 0 و 3 و عضو مجموعه B هم منفی 8 هستش. خب قسمت الف، الف به من گفته A اشتراک با B چنده. خب A مشترک است با B، هیچ فرقی با B اشتراکش با A. این نکته اول هستش. کجا مشترکن؟ 0 و 3. پس 2 تا عضو اشتراک دارن. سوال اگر من بیام جای 0 و 3 رو جابجا کنم ایرادی داره؟ خیر، اصلا ترتیب توی مجموعه نوشتن مهم نیست. مورد ب میگه بی منهای آ چنده. بی منهای آ با آی منهای بی فرق داره. من بیام اینجا توضیحش بدم. پس نتیجه میگیرم بی منهای آ مخالف با ای منهای بی هستش. چرا؟ بیام با دلیل نشون بدم. این ای باشه، اینم بی. موقعی که میام میگم ای منهای بی یعنی توی ای باشه، توی بی نباشه. توی ای باشد اما توی بی نباشد. با یک نمودار ون دیگه، اینجا هم باشه A، این باشه B، حالا B منهای A. B منهای A رو اینجوری میخونم، میگم توی B باشد توی A نباشد. پس اینها با هم دیگه یکی نیستن و همین دلیل اومدم این نتیجه رو گرفتم. B منهای A مخالف آی منهای B هستش. برگردیم به سوالمون. B منهای A یعنی توی B باشه اما توی A نباشه. اون عضوی اون اعضای رو بنویسیم که فقط و فقط توی B باشن که همون عضو چنده؟ منفی 8 هستش. ممکنه سوال پیش بیاد که چرا 0 و 3 خب جزئی از B هستن. بله جزئی از B هستن ولی جزئی از A هم هستن. گفته B منهای A یعنی توی A نباشن. خب مورد جیم اومده گفته تعداد n که بذارین تعداد A اجتماع B. خب عدد اینجا باید بیام بذارم. گفته تعداد اجتماع ها رو بنویس. اجتماع یعنی چی؟ یعنی کلا چند تا عضو داره A و B. 1 عضو، 2 عضو، 3، 4، 5 تا عضو هستن. بنابراین n برای A اجتماع B میشه 5 تا. اگر از من میپرسید مثلا n B منهای A چنده؟ چند تا عضوه؟ 1 عضو. اگر از من میپرسید n A اشتراک با B چنده؟ چند تا عضو؟ 2 تا عضو. میرسیم به حل ادامه سوالات. سوال میگه عبارت زیر را به ساده ترین حالت ممکن بنویسید. یک عبارت رادیکالی داده با فرجه 2 و زیر رادیکال هم توان 2 داده. خب فرجه ندارم یعنی فرجه 2 هستش. یعنی الان من میتونم توان 2 با فرجه 2 رو حذف کنم و رادیکال 2 منهای 2 رو خارج کنم. خیر، به این صورت برای فرجه های زوج عمل نمی کردیم. من میگم توان 2 با فرجه 2 حذف میشه. بله، اما زیر رادیکال همراه قدر مطلق خارج میشه رادیکال 2 منهای 2. خود رادیکال مزاحمه. از مزاحم رسیدم به یک مزاحم دیگه. من باید بدونم به عنوان کلاس نهمی باید بدونم رادیکال 2 چند میشه. یه عددیه، 2 بار تو خودش ضربش کنم به من 2 میده. دارم همچین عددی؟ خیر. بنابراین رادیکال 2 یک جذر تقریبی داره و من میدونم که این رادیکال 2 بین رادیکال 1 هستش و رادیکال 4. بنابراین رادیکال 2 بین 1 تا 2 هستش. 2 به 1 نزدیکتره، بنابراین مقدارش باید هم به 1 نزدیکتر باشه تا 2. من میام به صورت تقریبی میزنم رادیکال 2 میشه 1 ممیز 14. 1 ممیز 14 منهای 2 به من مثبت میده یا منفی؟ به من منفی میده. آیا قدر مطلق منفی را میپذیرد یا منفی را قرینه میکند؟ مثلا
قدر مطلق -5 میشه خود -5 یا میشه -5 میشه -5. بنابراین اگر درون قدر مطلق منفی بود ما قرینه اونو خارج میکردیم. الان رادیکال 2 منهای 2 یک عدد منفی هستش، پس خروجیش باید قرینه بشه. قرینه یعنی چی؟ علامت این مثبت بشه منفی، علامت این منفی بشه مثبت. یا اگه بخوام به صورت قشنگتر بنویسم میشه 2 منهای رادیکال 2. دیگه از این عبارت ساده تر نمیشه. سوال بعدی میگه بین دو عدد 3 و رادیکال 11 یک عدد گنگ بنویسید. خب دو تا نکته میگم که ربطی به حل این سوال نداره. بین دو تا عدد متوالی بی شمار عدد گنگ دارم و بی شمار عدد گویا دارم. درسته؟ حالا میرم سراغ حل. مثال میگه بین 3 و رادیکال 11 یک عدد گنگ بگید. خب من بیام 9 رو همجنس رادیکالیش کنم. یه چی بوده که ازش جذر گرفتم به من 3 داد. رادیکال 9 بوده دیگه، نه؟ پس منظور سوال به این صورت بوده که یک عدد گنگ به من معرفی کنید که بین این دوتا باشه. خب من دستم باز دیگه، بین دوتا عدد متوالی گنگ بیشمار عدد گنگ وجود دارد. بین دوتا عدد متوالی گنگ بیشمار عدد گویا هم وجود دارد. من میتونم مثلا بنویسم رادیکال 10 بین رادیکال 9 و رادیکال 11 هستش. همیشه فکر نکنید عدد زیر رادیکال باید طبیعی باشه. اینجا مثلا شما میتونید بنویسید 9 ممیز 7 هم، 9 و نیم، 9 ممیز مثلا 7 صدم. مهم نیست. مهم این نکته است که باید بدونید بین دو تا عدد گنگ بیشمار عدد گنگ وجود دارد. خب سوال بعدی میگه در جای خالی یک عدد گویای مناسب قرار بدین. کسر 1/3 عددی که من به دنبالشم باید از 1/3 بیشتر باشه منتها از 1/2 کمتر باشه. خب برای همچین سوالی ممکنه توی دید اول عدد سخت باشه. من میام همیشه مخرج ها رو واحد میکنم. مثلا من دوست دارم مخرج رو 12 کنم، این هم مخرجش 12 باشه. خب این 3 باید بشه 12. بنابر این صورت و مخرج رو در 4 ضرب میکنم. 4 یکی میشه 4 تا، 4 سه تا هم شد 12 تا. 2 شده 12. پس صورت رو در 6، مخرج رو هم در 6 ضرب میکنم. یک 6 تا میشه 6. حالا راحت تر شد. یه عددی باید بیام انتخاب کنم بین 4 دوازدهم و 6 دوازدهم. اون عدد انتخابی من مثلا 5 دوازدهم میتونه باشه. و میتونید حالتهای دیگه هم بنویسید. بالاخره بین دو تا عدد گویا بیشمار عدد گویا هم وجود داره. مثلا من اینجا میتونستم مخرج 3 و مخرج 2 رو بالفرض تبدیل کنم به 24، یعنی 3 رو در 8 ضرب کنم، 2 رو هم در 12. اعداد زیادی هستن، بیشمار عدد وجود داره. خب برای سال بعدی من تخته رو پاک کنم. سوال بعدی راجع به تشابه هستش. تشابه یک بحث خیلی مهمیه. مثلا من قصد دارم یک هواپیما بسازم. این هواپیما رو اول میرم میسازم توی ابعاد دقیقش. بعد از اینکه آماده پرواز شد تازه متوجه میشم این هواپیما دچار مشکل شده، طراحیش اشتباهه. برای جلوگیری از این مشکلات ما همیشه میایم از بحث تشابه استفاده میکنیم، یعنی ابعاد واقعی رو به ابعاد خیلی خیلی کوچکتر تبدیل میکنیم. توی زندگی روزمرگی ما میتونیم بهش اشاره کنیم. مثلا بینی یک فرزند شبیه بینی اعضای خانواده‌اش هستش، منتها توی ابعاد مختلف. خب برگردیم به سوالمون. میگه پدر بزرگ حمید مهندس ساختمان است. حمید با اجازه پدر بزرگش تا آخر داستان. هدف سوال این هستش که اومده دو تا مثلث توی ابعاد مختلف به ما داده، ولی گفتن این دو تا مثلث متشابه هستن. خب یه مثلث کوچیک اینجا اومده گفته مثلا اسمشو بذارم مثلث 1 و یک مثلث با ابعاد بزرگتر که من اسمشو میذارم مثلث 2. گفته این مثلث 1 و مثلث 2 با هم متشابهن، همون بینی فرزند و بینی مثلا پدر هستش. میگه مثلث کوچک با مثلث بزرگ متشابه هست. اضلاع مثلث کوچک x 13 و 8. حالا اختیار دست منه، اینجا رو x بذارم، اینجا رو x بذارم، اصلا اهمیتی نداره. گفته x 13 و 8. اینجا رو x میگیرم، اینجا رو 13 میگیرم، اینجا رو هم 8 میگیرم. از اینجا به بعدش خیلی مهمه دیگه، نمیتونم ابعاد رو هر جایی که دلم بخواد استفادهشون کنم. و اضلاع متناظر در مثلث بزرگتر به ترتیب
y 16 هستش. خب ابعادی که اینجا داشتم چی بودن؟ x یکی از ضلعاش x بوده، یکی دیگه از ضلعاش 13 بوده، یکی دیگه از ضلعاش 8 بوده. ابعاد مثلث بزرگتر چی هن؟ 12 هستش دیگه y و 16 هستش. گفته من این 12 رو درست کنم. گفته این دوتا مثلث با هم دیگه متشابهند. اینجا که x گذاشتم باید توی مثلث بعدی چند بذارم؟ 12. این ضلع یعنی ضلع سمت چپ x، پس این ضلع باید 12 باشه. این ضلع 13 هست، ضلع سمت راست 13، پس این ضلع باید y باشه. قاعده اینجا 8، پس قاعده اینجا باید 16 باشه. میگه این دوتا با هم دیگه متشابه هستند. درست شد؟ باش. یک مفهوم خیلی مهمی دارم به نام نسبت تشابه. نسبت تشابه شما چه بیایید بگیرید مثلث مثلا 1 به مثلث شماره 2، چه بیایید بگیرید مثلث شماره 2 به مثلث شماره 1، تفاوتی نداره، ولی باید برای تصحیح کننده آدرس بدین. اینجا الان نسبت تشابه من مثلث 1 به مثلث 2 هستش. میگم اینجا که x، اینجا 12، x رو ندارم ولش میکنم. اینجا 13، اینجا y، آیا 13 به y میدونم چنده؟ نه، ولش میکنم. اینجا 8، اینجا 16، پس نسبت 8 به 16 یعنی نسبت تشابه مثلث 1 به مثلث 2 برابر با 1 دوم هستش. حالا ممکنه اون یکی دوستتون نسبت تشابه رو 2 به دست آورده، بعد آخر سر که میخواید چک کنید دچار مشکل میشید، هم شما درستید هم اون. اینجا من اومدم آدرس دادم، گفتم نسبت تشابه مثلث 1 به نسبت تشابه مثلث 2 میشه 1 دوم. اگر معکوس کنم یه معکوس 1 دوم به من 2 میده. خب این از این. حالا برم دنبال به دست آوردن مقدار x و y. خب من اینجا میگم چی؟ x دارم. خب اونجا چی دارم؟ 12 دارم، مساوی است با اینجا چی دارم؟ 13 دارم. اونور چی دارم؟ y دارم، مساوی است با اینجا 8 دارم، اونجا 16 دارم. 8 به 16. اگر بیام ساده سازیشو انجام بدم، x به 12 خودش، 13 به y خودش، 8 16 میشه چند؟ 1 دوم. الان من میتونم بین این سه تا تساوی هم x و هم y رو به دست بیارم. من توی گام اول این قسمت و این قسمت رو برابر قرار میدم. اینو میکشم به بالا. میگم x 12 مساوی با 1 دوم. 2 چه بلایی سرش اومده شده 12 در 6، پس 1 هم باید در 6 ضربش کنم. از اینجا با استفاده از تناسب کلاس 4 x به دست میاد 6. حالا برای بعدی میام ارتباط برقرار میکنم بین 13 وایوم و 1 دوم. میگم 13 بر روی y مساوی است با 1 دوم. 1 یه بلایی سرش آوردم شده 13، در 13 ضربش کردم. بنابراین 2 هم به تبعیت از صورت باید در 13 ضربش کنم. 2 در 13 به من y رو میده. y هم به دست میاد 26. سوال بعدی راجع به توان هستش. میگه حاصل عبارت روبرو را به صورت عبارت تواندار بنویسید. گفته b به توان 2. b چیه نمیدونم، یک متغیره. b به توان 2 ضرب داره b به توان منفی 3 هستش. این سوال خود امتحان بوده. الان من میگم b به توان 2 تقسیم بر b به توان منفی 3. قراره این دو تا سوالو حل کنم. فرقی نداره ضرب باشه یا تقسیم، پایه ها برابر. یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها برابر یکی از توان ها رو می نویسیم. توی این سال پایه ها برابرن، پس پایه B رو میذارم. توی ضرب اگر پایه ها برابر باشن باید توان ها رو با هم جمع کنم. میگم 2 به علاوه منفی 3. B به توان 2 رو می نویسم، 3 رو هم می نویسم. مثبت در منفی منفی میده. جواب میشه B به توان منفی 1. b به توان منفی 1 درسته. میخوام خوشگل ترش کنم. میگم توان منفی رو نادیده بگیریم، میشه b به توان 1. b به توان 1 همون b'ه. آیا این b همون b یکم هست یا نه؟ بله، توان منفی داره. توان منفی به معنای معکوس هستش. معکوس یعنی جای صورت و مخرج رو
عوض کنیم. پس b به توان منفی 1 همون 1 بیوم هستش. خب سوال بعدی اومده راجع به تقسیم گفته. در تقسیم اگر پایه ها برابر باشن یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها را از هم کم می کنیم. میشه 2 منهای منفی 3 b توان 2 توان 3 منفی در منفی مثبت 2 با 3 میشه 5. خب سوال بعدی راجع به نماد علمی هستش. همونجور که شما میدونید نماد علمی میگه عدد برای من مهم نیست، مهم این هستش که عدد رو باید بین 1 تا 10 بیارید. عدد 50 میگه مهم نیست، بین 1 تا 10 بنویسش. خب عددی که من اینجا دارم مثلا تلفظش هم نمی کنم، 92 0 4 و 1 2 3 تا 0 اومده. میگه بیایید اینو به صورت نماد علمی بنویسید. باشه، من اینجا 0 رو حذف کنم، آیا عددی که الان دارید مشاهده میکنید بین 1 تا 10؟ نه. 3 تاشو حذف کنم بازم نه. 4ش هم حذف کنم میشه 920. آیا 920 بین 1 تا 10؟ خیر. 0 رو حذف کنم 92 بازم بین 1 تا 10 نیست. 2 شو حذف میکنم. پس عدد من میشه 9 ممیز 2. ما بقیه اعداد رو می نویسم 0 4 1 2 3 تا ضرب در 10 به توان مثبت منفیشو نمیدونم. از خودم سوال میپرسم، میگم این عدد از 1 بیشتره یا کمتره؟ میگم بیشتره، پس توان منفی نمیگیره. میگم چند تا عددشو حذف کردم؟ 1 2 3 4 5 و 6. پس ضرب در 10 به توان 6 باید نوشته بشه. اینو بنویسید نمره کاملی رو میگیرید، اما اگر خوشگل و شیک‌تر بنویسید بهتر میشه. 9 ممیز 2 0 4 ضرب در 10 به توان 6 میشه کامل ترین جوابش. چرا؟ به خاطر اینکه 0 بعد از اعشار خوانده نمی شود. مثلا اینجا میشد جوابش. تمام. اینجا رو میخوام اضافه بگم. مثلا 0 ممیز 50. این در واقع همون 0 ممیز 5 یا همون نیمه. 0 ممیز 0 5. اینجا دیگه 0 بعد از اعشار خط نمیخوره. چرا؟ چون بعد از 0 عدد اومده، اما اینجا 3 تا 0 دیگه بعدشون عددی نیومده. به همین دلیل اومدم گفتم 3 تا 0 حذف میکنم. سوال بعدی راجع به اتحادها هستش. میگه عبارت مقابل رو به کمک اتحادها به دست بیارید. خب قسمت اولی گفته x منهای 4 در x به علاوه 4 هستش. سوال پایه ثابت تمام امتحانات چه داخلی چه کشوری. اینو ما توی پایه 8 اینجوری حل میکردیم. اولی در اولی، اولی در دومی، دومی در اولی، دومی در دومی. اما الان این یک اتحاد مزدوج هستش. اتحاد مزدوج یعنی چی؟ یعنی x همون x بمونه، عدد تغییر نکنه، علامت منفی بشه مثبت یا علامت مثبت بشه منفی. در حالت کلی تغییر علامت داشته باشیم. خب چی میشه؟ اولی در اولی علامت همیشه منها. چرا؟ منفی در مثبت منفیه. دومی در دومی 4 تا میشه 16 تا. پس ساده شده این عبارت به کمک اتحاد مزدوج میشه x2 منهای 16. مثلا یه سال از خودم بدم. x به علاوه 8 در x منهای 8. این یک اتحاد چیه باز؟ یک اتحاد مزدوجه. چی میشه؟ اولی در اولی میشه x2 مثبت در منفی منفی 8 تا میشه 64 تا. مثلا x به علاوه 9 در x به علاوه 9. این دیگه مزدوج نیست چون مثبت شده مثبت تغییر علامت نداده. پس این میگم مزدوج نمی باشد. چون نهمید و میدونید چیه؟ این یک اتحاد مربعه چون 2 بار تو خودش ضربش کردیم. خب برگردیم به صورت مسئله. میگه عبارت دوم اینو هم بیاید ساده کنید. گفته b x به توان 2 به علاوه 5 تا b x منهای 50 تا b. اینو بیاید ساده کنید. خب توی نگاه اول b دارم، b هست، اینجا هم b هست. پس b فاکتور میگیرم ازش. از این عبارت b شو حذف کنیم میمونه x به توان 2 مثبت. از این عبارت b رو حذف کنیم میمونه 5x منفی. از این عبارت یعنی از 50 تا b شو حذف کنم میشه 50 در ادامه. این
فاکتورگری از B بوده. آیا این یک اتحاد یک جمله مشترک هست یا نیست؟ هست. چرا؟ چون ما میگفتیم توی اتحاد یک جمله مشترک باید بیایم 2 تا عدد رو ضرب کنیم به من مقدار C رو بده، یعنی همون عدد ثابت، یعنی منفی 50 و اگر اون 2 تا عدد رو بکشم پایین جمعشون کنم به من ضریب X رو بده، یعنی 5. از ضربشون متوجه میشم یکیشون مثبت یکیشون منفیه. از جمعشون متوجه میشم زور مثبت بیشتره. پس 10 منهای 5 میشه 10 منهای 5 میشه منفی 50. 10 تا دارم 5 تاش بره هم میشه 5. پس ساده شده این اتحاد یک جمله مشترک میشه چی؟ B فراموش نشه. میشه چی؟ عبارت من بر حسب X میذارم مثبت 10 منهای 5. این عبارت دیگه از این ساده تر نمیشه. هم فاکتور گرفتیم و هم از اتحاد یک جمله مشترک استفاده کردم. سوال بعدی. این سوال میاد میگه مثلا فرض کنید ما یک ماشینی داشته باشیم که اعداد رو توش میندازیم با هم دیگه جمع میکنه و به ما خروجی میده. خب میگه ما اینجا 3 انداختیم، اینجا هم 2، اینجا اومدن 3 با 2 جمع شدن به من خروجی 5 داد. میگه شما حالا بیاید فرض کنید به جای 3 و به جای 2 5 به توان منفی 1 و 2 به توان منفی 1 باشه جای اینا. خب بالاخره این ماشین کارش چیه؟ این ماشین کارش جمع کردنه. منظور این سوال بیایید این 2 تا عدد رو برای من جمع کنید. خب خوردم به توان منفی، بلد نیستم. میگم فرض کنید منفی رو نداریم ما، میشه 5 به توان 1. آیا این 5 به توان 1 میشه 5 یا نه؟ بله. آیا من میتونم به 5 مخرج 1 بدم؟ بله. توان منفی به معنای معکوس یا مغلوب هستش. 5 یکم میشود 1 پنجم به علاوه 2 به توان منفی 1. توان منفی رو نمیبینم. 2 به توان 1 میشه همون 2، مخرج ندارد بهش مخرج 1 میدم. حالا میگم توانمون منفی بود پس باید بیام و معکوس کنم. 2 به توان منفی 1 و 5 به توان منفی 1 کاربرد توانهای منفی یا همون معکوس بوده. تمام شد. یک سوال چهارم. دبستان مخرج مشترک گیری بین 5 و 2 10 میگیرم. این 5 باید بشه 10 در 2 ضرب میکنم، پس 1 هم به تبعیت از مخرجش باید در 2 ضرب شه. این 2 باید بشه 10 در 5 ضرب میکنم، 1 هم در 5. 1 2 تا علامت جمع 1 5 تا هم میشه 5 تا. صورت 2 و 5 میشه 7 دهم یا به صورت اعشاری میشه 7 دهم. و اما سوال آخر میگه بهره هوشی افراد مختلف از یک رابطه‌ای به دست میاد. رابطه رو به من داده. میگه در صورتی که بهره هوشی را با I نشون بدن، سن هوشی رو با A نمایش بدن و سن تقویمی C باشه، همچنین کمترین و بیشترین بهره هوشی یعنی باهوشترین ها 140 باشن و کم هوشترین ها 80 فرض بشن، بیایید به من نشون بدین سن هوشی یک دانش آموز 14 ساله چنده. این 14 ساله که داره به من میگه همون سن تقویمیش هستش. قرار نیست هر انسانی مثلا سن هوشی و سن تقویمیش یکسان باشه. بچه وجود داره مثلا 10 ساله از لحاظ تقویمی 10 ساله باشه ولی از لحاظ هوشی مثلا در حد 30 ساله یا 35 ساله میتونه ایده بده. برعکسش هم وجود داره. پس من برم سراغ نوشتن رابطه. هر چیزی که می نویسم خود سوال به من داده. گفته بهره هوشی یه رابطه داره. ضرب در 100 هم میشه نسبت سن هوشی به سن تقویمی هستش. اومده فارسیشو گفته، بعد گفته همینا رو بندازین دور. بهره هوشی رو ما میایم فرض میکنیم آی هستش. گفته سن هوشی یعنی صورت رو همون A میگیرم، سن تقویمی C ضرب در 100. یعنی من باید با این رابطه کار کنم. چرا؟ راحت تره دیگه تا نوشتن فارسی. خب میگه
اینجا شما فرض کنید دانش آموز ما چند ساله باشه؟ 14 ساله باشه. دیگه چی به من داده؟ گفته مقدار بهره هوشی کمترینش 80، بیشترین 140 هستش. خب من توی این سال میدونم قراره برم و سن هوشی دانش آموز 14 ساله رو به دست بیارم. خب این یک معادله است. چرا؟ چون مساوی دارم. C رو به من داده، آی رو نمیدونم چیه، A هدفمه. پس آی رو باید برم لابلای سوال ببینم. آی رو به صورت غیر مستقیم به من داده. میگه آنگاه بیشترین سن هوشی، بیشترین چنده؟ 140 هستش. منظور سوال این هستش بیشترین سن هوشی رو برای بیشترین بهره هوشی به دست بیارید. آی همون بهره هوشی بوده، بنابراین آی چنده؟ 140. آ چنده؟ دنبالشم. سی چنده؟ 14 ساله. ضربه داره چند؟ 100. مسئله من تمام شد. یه صفر از سمت راست تساوی با یک صفر از سمت چپ تساوی حذف میشه، میشه 14 مساوی است با A بر روی 14 ضربه داره 10. خب الان این 14 اینم 10، هر جفتشون به 2 بخش پذیر میشن. 14 به 2 میشه 7 برابر است با A بر روی 14. اونم چند میشه؟ 5 میشه. اینجا هم میتونستم 10 رو با 14 ساده کنم. من طرفین تساوی رو در نظر گرفتم که هیچ ایرادی نداره. طرفین وسطین انجام بدم. 14 در 7 مساوی میشه با 5 در A. خب 14 در 7 استفاده از ماشین حساب توی پای نهم که ممنوعه. میرم توی چک نویس میگم 14 در 7. 4 هفتا میشه 28 تا. 1 هفتا 7 تا با 2 تا 9 تا. 14 هفتا به من میده 98 مساوی است با 5 تا A. من به دنبال A هستم. A مجهول معلوم میره بالا، ضریب مجهول که 5 میاد پایین. بازم نمیتونم استفاده کنم، سن رو میخوام. درست شد؟ A همون چیه؟ همون سن هوشی دانش آموز 14 ساله هستش. میرم میگم 98 رو تقسیم برای چند میکنم؟ 5. توی 9 تا چند تا 5 دارم؟ یک 5 تا باقی مانده 4 هستش. توی 4 تا 5 دارم؟ نه، از 8 کمک میگیرم. میگم 48 تا چند تا 5 میتونم بکشم ازش بیرون؟ 9 5 تا میشه 45 تا. باقی مانده چنده؟ 3 هستش. توی 3 تا 5 دارم؟ نه، قرض میگیرم 0. همینجوری؟ نه، باید اعشارشم بذارم. میگم توی 30 تا چند تا 5 دارم؟ 6 تا. و مسئله من تمام شد. پس دانش آموز 14 ساله با بیشترین IQ موجود دارای سن هوشی 19 و 6 ساله هستش.